در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بار حضرت ابوذر غفاری همراه حضرت بلال رضی الله تعالی عنهم اجمعین، میگه بینش یک صحبت گذشت، شاید هزل شوخی داشتن. حضرت ابوذر به سوی حضرت بلال گفت که ابن سودا، گفت ای بچه های سیاه، این سخن در بین ما هم هست، کسی سوزینه باشه میگن فلانی سیاه، نامشو میگیرن سیاهش میگن. حضرت ابوذر میگه خطا کرد، از زبانش بیرون شد که ای بچه سیاه، ای بچه هک سیاه. حضرت بلال سیاه پوست بود. میگه یکم بار سخنی یعنی ناراحت کننده از دوستش شنید. یکم بار از دوستش میگه سخنی شنید که یعنی تحقیرآمیز است، به احترامی نسبت به او شخصیت است. میگه حضرت بلال در حال گشت، که ای ابوذر، ای برادر چی میگفتی؟ که یک بار دیگه تکرار کن. میگه خندش گرفت حضرت بلال، تبسم در لباش پیدا شد که ابوذر چه خیل برای خودش اجازت داد من از سیاه گفت، من به احترامی کرد، تحقیر کرد. اونها نگفتن که فلانی مادر، نگفتن که مادر تا فلان کنم. چی نگه که امروز به ناجوان مردای جوانهای ما سخنها را دارن. چی گو که ای بچه هک سیاه. هرچند حضرت بلال زاره کرد که یک بار دیگر همی سخن تکرار کن، میگه حضرت ابوذر از زبانش دیگه بیرون نشد، از سر و بدنش عرق حیا سر کرد، چهرش سرخ شد از شرم و حیا را که این چی سخن بود من نسبت به یک برادر مسلمانم، به یک دوستم از زبان بیرون کردم. این سخن در پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم رسید. گفتن یا رسول الله، ابوذر به سوی حضرت بلال به آدابی کرد، به احترامی کرد. ابوذر حضرت بلال از سیاه گفت، ناراحتش کرد، غمگینش کرد، تحقیرش کرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه در حال خطبه تشکیل کرد، مردم جمع کرد، فریاد کرد. در نزد مردم حضرت ابوذر کاهش کرد، سرزنش کرد، سیاست کرد. گویا ابوذر در حالت و صورت من در بین شما زنده و حیات هستم، شما دوباره رفتار و کردار زمان جاهلیت سر کرده، با نسبت به همدیگر به احترامی بد گفتن، سیاه گفتن، تحقیر کردن، به احترامی کردن. ای ابوذر گفت در حق یک برادر مؤمن و مسلمان از خدا بترس. وقتی میگه حضرت ابوذر جناب پیغمبر نصیحت میکرد، حضرت ابوذر سرش خم بود، آبهای دیدش میریختن، گریه میکرد، میگریست. وقتی جناب پیغمبر صحبت ادا کرد، حضرت ابوذر نزد حضرت بلال آمد، گفت ای بلال، تو را به خدا قسم گفت من در نزد پای تو خود در زمین می اندازم، و همین کفهای پایی که در روی خاک ها ره میگردی سخت در روی من شته بزن، پا بزن، تا ای که برای من و برای دیگرها درس شود که نسبت به همدیگر به احترامی نداشته باشند، همدیگر را تحقیر نکنند، نسبت به همدیگر گفتار بد نداشته باشند. میگه حضرت ابوذر در نزد پای حضرت بلال خودش در زمین انداخت. حضرت بلال خم شد، در آغوش گرفت، گفت قسم به عظمت و جلال خدا، اون پیشانیه که یک بار الله سجده کرده است، من در او چهره هرگز پا نمیزنم، شته نمیزنم. میگه همدیگر را در آغوش گرفتن، میگریستند که این چی کاره بود بین ما گذشت، چی قدر پشیمان بودند. این روز در کجا هست اون پشیمانی؟ جناب پیغمبر با چی خاطر حضرت ابوذر در بین مردم کاهش کرد؟ برای به دیگرها را درس شود، تعلیم شود. برادر بزرگوار من،